راه سخنان این برده را بپذیرید. اگر بیگناهی خود را نتوانی ثابت کنی، همین لحظه جان خود را از دست خواهی داد. آقای جناب، من دیدم که یوزارسیف از راهروی قصر آمد و با کیسین، همین کودکی که همکنون صدای گریه‌اش را میشنوید، کمی بازی کرد و بعد وارد راهروی هفت‌در شد و در را بست. من در اتاق خود در حال استراحت بودم که او را بالای سر خود دیدم. فریاد زدم و کمک خواستم و او پا به فرار گذاشت. رودامون را به اینجا بخوان. یوزارسیف باید همینجا مجازات شود. من شاهد دارم. کجاست؟ شاهدت کیست؟ همینک او را ارسال. حتما شاهدی را ارسال خواهم کرد که نه من را میشناسد تا پشتیبانی کند و نه بانو را که دشمنی کند. او توتیوار خواهد گفت و اصلا نخواهد فهمید به نفع یا زیان چه کسی سخن گفته است. از طرفی از بستگان بانو زلیخاست. بیشک شهادت او باید به نفع بانو باشد. بگو کیست؟ پیش از آن که مجازات شوی او را احضار کن. شاهد من کودکی است که صدای گریه‌اش را میشنوم. تو مرا به تمسخر گرفته ای؟ از شما تقاضا دارم به پاس همه خدمتی که در حق شما کردم این کودک را به اینجا بیارید. یک نوزاد میخواهد شهادت بدهد؟ عمه‌زاده من؟ مانعی نیست. بگویید بیاوردش. این دخترم به من 30 سنه و این هم کیسین. بگو شهادت بدهند. کیسین سخن بگو. آنچه خداوند به تو آموخته بگو. کیسین سخن بگو. خالق یکتا کلام او را بگویم. اگر پیراهن از پیش دریده، زلیخا بیگناه و یوسف گناهکار است و اگر پیراهن از پشت دریده شده، زلیخا مقصر و یوسف بیگناه است. تو چگونه حرف زدی عزیز مادر؟
تو با گریه‌های خود می‌خواستی مرا فریب بدهی. به راستی که مکر شما زنان بسیار بزرگ است. من از تهمتی که به تو بستم پوزش می‌طلبم. امیدوارم که از من و زلیخا بگذری و این ماجرا را برای همیشه مکتوب بداری. هیچ کس حق ندارد از این ماجرا با کسی سخن بگوید. اگر کسی این ماجرا را برملا کند به شدت مجازات خواهد شد. بروید. چه شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ یک کودک، حسین، فرزند سیتنه، به سخن آمد و همه چیز را برملا کرد. اگر یک نوزاد میتواند سخن بگوید، اما گفت. آخر چگونه؟ من هم نمیدانم. یوزارسیف از او خواست و او به سخن درآمد. عجیبتر آنکه کودک گفت به اذن خدای یکتا سخن میگویم. این سحر است. اگر حقیقت هم داشته باشم جادویی بیش نیست. یوزارسیف نه تنها ساکنان این قصر که